جی سردانا ولاتین یکگرتیین امریکای ایروژی سروک هریما کردستان بریز بارزانی لپایتخت فرانسا پاریس بو. لسر شرفا سروک هریما کردستان مسعود بارزانی میوانداری یک لوزارت در ویا فرانسا جعالی وزیر کوشنر و هات داین. دوی میوانداری ده پای بلندن گرینگ ین وزارت در ویا فرانسای و هر وها سفیر فرانسا لعراق و قنصل دولت فرانسی لهول ريجي آماده بون. ده هفدیتنا تایبت ده لگل وزیر کوشنر سروک بارزانی بحثا پیوندین عراق بگشتی و دناوا وی چارچوه ده بحثا پیوندین فرانسا و کردستان و چاوانیا پشتگیری کرنا ازمونا کردستان هاته کرن. روشا عراق جهر آلیوه و بتایبتی جعالی پیشوچونا امنی و سیاسی و پیوندی نافبرا حکومت مرکزی عراق و هریما کردستان دجی بونه مجارا گفتگوی. پیمانا امنی دنافبرا امریکا و عراق ده و دیتنین هزین سیاسیین عراق لسر وی پیمانی جی دنافبرا هر دو آلیان ده هاتن گفتگو کرن. هر وها بحثا پیوندین پیشروج ین دنافبرا حکومت عراق و اداره امریکا یا نو دجی هاتن آخافتن. دیسا بحثا روشا هرینه و پشتگیریا ازمونا پروسسا سیاسی جی هات کرن. هر دو طرفان اتفاق کر که بردوام بن لسر دانستندن و پیوندیان. دو همان روژه ده سروک هریما کردستان سروک بارزانی چندین کسایت سیاسی فرانسی و دوست کردان کوین وک خانم دانیلا میتراند چی دناوان دبون لجیه ماینا خواه پیشوازی کرن. هر وها سفیر عراقی فرانسا موفق مهدی عبود و سفیر عراق لیونسکو محی الخطیبچی سردانا سروک هریما کردستانی کرن و لسر روشا داوی یا عراق و هریما کردستانی گفتگو کرن. هیویدار زانا کردستان تیوی پاریس.